سالی ییتس دادستان کل امریکا که همزمان وزیر عدلیه است روز 29 ینور گفت این نهاد دستوری دونالد ترامپ برای 120 روز متوقف کردن قبول پناهجویان، منع قبول پناهجویان از سوریه و منع 90 روزه ورود شهروندان ایران و عراق، لیبی، سومالی، سودان، سوریه و یمن را در دادگاه حمایت نمی کند. سالی ییتس گفت باور ندارد دستور موافق به وظیفه های وزارت عدلیه باشد که وظیفه‌اش عدالت جویی و حمایت از حقیقت است. چند ساعت بعد از این بیانیه او را از مقامش برکنار کردند. کاخ سفید گفت که عملکرد سالی ییتس سیاسی است. ریچارد بلومنتل وکیل دموکرات از موقع سالی ییتس حمایت کرد. من می‌خواهم به سالی ییتس احسان بگویم چون برای اصولهای والای اخلاقی و قانونی وزارت عدلیه ایستاده‌گری کرد و گفت که حمایت چنین دستورها ناممکن است. The rule of law and morality is more important than the politics of the moment. دونالد ترامپ گفته است دستور تفتیش دقیق پناهجویان برای محافظت امریکا از حمله های تروریستی ضرور است، ولی منتقدان میگویند دستور مسلمانان را ناعادلانه هدف گرفته است و مخالف ارزش های تاریخی امریکا است که همیشه درش برای مهاجران باز بود. سالی ییتس که باراک اوباما او را وزیر عدلیه برگزید، باید روزهای نزدیک مقامش را به جف سیشن، نامزد برگزیده دونالد ترامپ میداد. به گفته حکومت امریکا، دانا بوینت دادستان ویرجینیا شرقی تا زمان تایید نامزدی سیشن وزیر موقتی عدلیه تعیین می شود. دانا بوینت به روزنامه واشنگتن پست گفته است دستور درباره مهاجرت را عملی می کند. در تاریخ امریکا بسیار کم شده است که وزیر عدلیه آشکارا از اجرای دستور حکومت سرپیچی کند. نمونه پرسر و صدای آن از سال 1973 است که در آن زمان دادستان کل الیوت ریچاردسون با سرپیچی از اجرای امر رئیس جمهور ریچارد نیکسون دادستان پرونده جنجالی واترگیت را از مقامش برکنار نکرد.